خیلی عالی. بسیار خوب، سلام دوباره. خب عرضم به حضورتون که این یکی از شاید مجموعه سری های باشه که تا ببینیم چطور شود در باب مثنوی خوانی. من به هر حال فکر کردم که گاهی اوقات لازمه که شاید یا حداقل مفید خواهد بود که یک سری بحث هایی رو به قول مولانا با زبانی که بود نزدیکتر، این بیان دقیق مستطر، گاهی اوقات در واقع این قالب های خیلی خیلی تنگ و کوتاه و کوچکی که در اینستاگرام هست در پست ها نمیشه نوشت. گاهی اوقات مثلا فرض کنیم که برنامه های لایو بذارم. من البته چندان آشنایی ندارم، چندین بارم که دوستان لطف کردن دعوت کردن، به هر حال من به عنوان مهمان بودم. این اولین باری که من دارم در واقع که برنامه لایو اینستاگرامی میذارم و البته امروز روز شاهنامه بود و من حتی در واقع ایده‌ش هم اینطوری به ذهن من اومد که چه خوبه که مثلا امروز به عنوان روز شاهنامه و بزرگداشت فردوسی چیزی از شاهنامه بخونیم. ولی بعد فکر کردم که خب حالا که صحبت از خواندن یک شعری است یا به هر حال متن نیست، بریم سراغ مثنوی. اونچه که من اینجا مقصود دارم اونطور که نوشتم در واقع مثنوی خوانی خواهد بود، مطلقاً تفسیر مثنوی نیست. اول از همه که اون از من بر نمیاد، قول گفتنی آن نفس خواهد ز باران پاکتر، از فرشته در روش در راکتر. اون کار من نیست. منتها به راستی قصد ما اینه که مثنوی خوانی کنیم و به شعر نزدیک بشیم و به قول علمای قدیم که میگفتن یا طلاب قدیم که علیکم بالمتون، یه مقدار متن بخونیم و این البته خودش به اندازه کافی، هیچ بهانه و سبب دیگری نمیخواد. من سعی میکنم که صرفا در واقع روی متن حرکت کنم از این جهت و گاهی اوقات توضیحات خیلی مختصری خواهم داد. امیدوارم البته گاهی اوقات مدام ممکنه که جرار کلام آدمی رو ببره. در مورد مثلا فرض کنید که وقتی یه لغتی رو یا یک داستانی رو یا چیزی رو که مولانا ازش ذکر میکنه مثلا در کجا ذکر دیگه ازش شده و این ترتیب، ولی به هر حال سعی میکنیم در دایره آثار مولانا بمونیم. مثلا فرض کنید که در مورد دیوان یا در مورد اگر اثری هستش، مثلا اشاره‌ای هستش در فیه ما فیه یا در جای دیگه. خب اون حکایتی که انتخاب شده در دفتر ششم هست، در حدود ابیات 440، حکایت اون صیادی که خیشتن در گیاه پیچیده بود و دسته گل و لاله را کلهوار به سر فرو کشیده. حالا ما چرا این داستان رو انتخاب کردیم؟ واقعیت اینه که دلیل خاصی نداشت. اولا خب به هر حال یه مقدار که تعلقات شخصی من هست، ولی جدای اون به هر حال ویژگی‌هایی داره، بسیار ویژگی‌های شخصی داره. یعنی یه مقدار مولانا از احوالات خودش در اون میگه، یه مقدارم به هر حال شاید به نوعی به احوالات ما هم نزدیک باشه. حکایت اون مرغ زیرک که به خیال خود زیرک البته که این چنین گرفتار میشه و بعد به هر حال شعری است که یعنی در واقع مجموعی است که به نظر من اومد که مناسب حداقل برای آغاز. بعد حالا تا ببینیم چطور پیش خواهد رفت. من امیدوارم که بتونیم این قصه رو به پایان برسونیم در فاصله 1 ساعت و بعد اگر فرصت بود و تدبیر اگر همراهی کنه با یا تقدیر اگر همراهی کنه با تدبیر، این رو بعدها ادامه خواهیم داد در داستان‌های دیگری. خب بس امیدوارم که دوستان متن رو داشته باشن. همچنان که گفتیم حکایت از اونجا آغاز میشه که حکایت اون صیادی که خیشتن در گیاه پیچیده بود و دسته گل و لاله را کلهوار به سر فرو کشیده تا مرغان او را گیاه پندارند. و آن مرغ زیرک بوی برد اندکی که در این آدمی است، که بر این شکل گیاه ندیدم اما هم تمام بوی نبرد. بر اندکی که این آدمی است که بر این شکل گیاه ندیدم اما تمام بوی نبرد. به افسون او مغرور شد، زیرا در ادراک اول قاطعی نداشت، در ادراک مکر دوم قاطعی داشت. و هو الحرص و طمع لا سیما عند فرط الحاجة و الفقر. قال النبی صلی الله علیه و سلم کاد الفقر ان یکون کفر. اونچه که مولانا میگه در قاطعی نداشت، خیلی با
با قاطعی نمیتوان گفت که مقصود چیست. ممکنه که برخی به این معنا گرفتن که در واقع به این معنا که قاطعیت نداشت در اون درک اول خودش، ولی احتمالاً مقصود از همون قاطع در واقع به معنی راهزنه. و بعدم که اشاره میکنه میگه که در واقع اون در ادراک اول رو خب داشت، یک گمانی بود، ولی ادراک دوم که در واقع مکر بود، اونجا یک قاطعی هم در واقع راه او رو زد. و بعد توصیف میکنه میگه که او چه بود؟ میگه آن حرص و طمعش بود. و اساسا تمام این داستان در اینطور شکل میگیره. یعنی باید شاید هم اشاره میکردیم که در واقع اون چرا که مولانا رو به این حکایت میرسونه در دفتر قبلی است، ببخشید در داستان قبلی است، که حکایتی است که حکایت محمود و ایاز هست و بعد گفتاری که محمود داره با دیگر سرداران و اونها بهونه‌ای که میارن و میگن که نه، این در واقع ایاز از خودش چیزی نداره و این حاصل جبر و این هاست. و مولانا میگه که در واقع اونجا محموده، ولی مولانا از زبان او میگه که بهونه نیارید، این در واقع اون طمع خودتون رو و حرص خودتون رو در زیر در واقع این پوشش جبر و اینها نبرید. پس داستان از اینجا شروع میشه. رفت مرغی در میان مرغزار، بود آنجا دام از بهر شکار. دانه چندی نهاده بر زمین، وان صیاد آنجا نشسته در کمین. خویشتن پیچیده در برگ و گیاه، تا در افتد صید بیچاره ز راه. مرغک آمد سوی او از ناشناخت، یعنی از نشناختن اون صیاد. پس طوافی کرد و پیش مرد تاخت. گفت او را کیستی تو سبز پوش، در بیابان در میان این وحوش. گفت مرد زاهدم من منقطع، با گیاهی گشتم اینجا مقتنع. منقطع به معنی این که در واقع من انقطاع حاصل کردم، گوشه گرفتم، جدا شدم، منزوی شدم. یه جای دیگه مولانا میگه منقطع از خلق نه از بدخویی، منفرد از مرد و زن نی از دویی. با گیاهی گشتم اینجا مقتنع، یعنی قناعت کردم دیگه، قانع شدم. زهد و تقوا را گزیدم دین و کیش، زان که می دیدم اجل را پیش خیش. مرگ همسایه مرا واعظ شده، کسب و دکان مرا برهم زده. چون به آخر فرد خواهم ماندن، خو نباید کرد با هر مرد و زن. این که مولانا میگه چون به آخر فرد خواهم ماندن، اشاره به یه آیه قرآنی است دیگه که جئتمونا و فرادا بینوا، هم بدانسان که خلقناکم کذا. حق تعالی خلق را گوید به حشر، ارمغان کو از برای روز حشر. اشاره به اون در واقع آیه است که بسیار مشهوره. رو بخواهم کرد آخر در لحد، آن بهاید که کنم خوب با احد. چون زنخ را بست خواهنده صنم، آن بهاید که زنخ کمتر زنم. زنخ که در واقع زنخدان هست که زغن میگن به عربی. و آن بهاید که زنخ کمتر زنم. زنخ در واقع زنخ زدن به معنی سخنان بی معنی گفتن، هرزه درایی، سخنان لاف زدن و این هاست. مولانا در دیوان داره زنخ کم زن که اندر چاه نفسی، تا آن چاه زنخدان را چه دانی. از اون سو هم که زنخ بستن به معنی کسی است که وقتی که میمیره در واقع زنخش رو میبندن. و مثالهاش هم هست دیگه. از جمله اون غزلی است که در واقع بر روی اون ضریح چوبی مولانا الان بر روی در واقع روی قبر پدر مولانا گذاشتن، ولی در واقع بر روی خود مولانا ساخته بودن در همین چند سال پس از مرگش. و روی اونم این خطاطی شده: زنخ بر بسته و در گور خفته، دهان افیون و نقل یار خاید. چون زنخ را بست خواهنده صنم، آن بهاید که زنخ کمتر زنم. ای به ضربفت و کمر آموخته، آخر استت جامه نادوخته. آموخته به معنی خو گرفته، عادت کرده. آخر استت جامه نادوخته یعنی کفن. رو به خاک آریم کز وی رسته ایم، دل چرا در بی وفایان بسته ایم. جد و خویشان مان قدیمی چار طبع، ما به خویشی عاریت بستیم طمع. روح او خود از نفوس و
سالها هم صحبتی و همدمی با عناصر داشت جسم آدمی. روح او خود از نفوس و از عقول، روح اصول خیش را کرده نکول، یعنی فراموش کرده، امتناع کرده از اینکه به سوی اونها برگرده. نکول در واقع به این معنی دیگه، جای دیگه میگه تا یکی یاری ز یاران رسول، در دلش انکار آمد زان نکول، یعنی از آن امتناع. از نفوس و از عقول پرصفا نامه می آید به جان، که بی وفا یارکان 5 روزه یافتی، روز یاران کهن برتافتی. کودکان گرچه که در بازی خوشند، شب کشانشان سوی خانه می کشند. دقت میکنید میگه که در واقع اون روح غیر از اون عناصر، از اون در واقع عناصر چهارگانه است یا طبقهای چهارگانه است و او در واقع اصول خودش رو فراموش کرده و از نفوس و از عقول به اون نامه میاد که تو چرا ما رو فراموش کردی. و یادآور یه بیت دیگری است که مولانا در مکتوبات داره، ظاهرا خطاب به علاءالدین، خطاب به فرزند خودشه، که میگه هرچند که یاران نوت محتشمند، یاران قدیم را فراموش مکن. البته در یک ملامتش میکنه که چرا در خانه نیستی و چرا در واقع نزدیکانت رو رها کردی. اینطوری کودکان گرچه که در بازی خوشند، شب کشانشان سوی خانه میکشند. شد برهنه وقت بازی طفل خرد، دوست از ناگه قبا و کفش برد. آنچنان گرم او به بازی در فتاد، کان کلاه و پیرهن رفتش ز یاد. شب شد شب و بازی او شد بی مدد، رو ندارد کو سوی خانه رود. نی شنیدی انما الدنیا لعب، باد دادی رخت و گشتی مرتعب. مرتعب از رعب میاد، یعنی ترسان شدی. نی شنیدی انما الدنیا لعب، که آیه مشهور دیگه، و مل حیات دنیا الا لعب و لهو. باد دادی رخت و گشتی مرتعب، پیش از آن که شب شود جامه بجو. روز را ضایع مکن در گفتگو، من به صحرا خلوتی بگزیده ام. خلق را من دزد جامه دیده ام. نیم عمر از آرزوی دلستان، نیم عمر از قصه های دشمنان. جبه را بردان کله را این ببرد، غرق بازی گشت ما چون طفل خرد. نک شبانگاه اجل نزدیک شد، خل هازله بسک لا تعد. میگه که بس، این بازی رو رها کن، بسک، بس دیگه، لا تعد، باز مگرد. بسک از بس فارسی میاد با کی عربی به واقع، و یادم میاد که یکی از ادبای ما هم نوشته بود که این در واقع مولانا اینجا واژه سازی کرده. واقعیت اینه که در اتفاقا مولانا این بسک خیلی رایج بوده در عهد مولانا و امروزه هم در برخی از کشورهای عربی رایجه. بسک به همین معنیه که امروزه عربی میگن حسبک، مثلا کفاک، یعنی بس دیگه، از این بس. وقتی کسی زیادم حرف میزنه بهش میگن بسک یا بس کلامک، مثلا به این معنی است. و اینجا که مولانا، ولی خب اصطلاحاً یک کلام عامیانه است، رایج نبوده، یعنی شما توی فرهنگ لغت‌های معمول پیدا نمی‌کنید، ولی در اون جاهایی که یه مقدار به زبان‌های عامیانه پرداختن این نشونه‌اش پیدا می‌کنید. به هر حال اتفاقاً مولانا خیلی آگاهانه و هوشیارانه استفاده کرده، مثل یک کودکی که در کوی بازی می‌کنه بهش میگه که بسک خل هازله بسک لا تعد. هین سوار توبه شو در دزد رست، جامه ها از دزد بستان باز پس. مرکب توبه عجایب مرکب است، بر فلک تازد به یک لحظه ز پست. لیک مرکب را نگه می‌دار از آن، کو بدزدید آن غوایت را نهان. تا ندزدد مرکبت را نیز هم، پاس دار این مرکبت را دم به دم. و این در واقع این حکایتی که در واقع یک کسی میخواد توبه کنه و بعد از اون توبه باید توبه کنه، و در واقع مولانا رو یاد یه داستان دیگری میندازه، حکایت اون شخص که دزدان قوش او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکردند، به حیله جامه‌هاش را هم دزدیدند. حکایت در جاهای دیگه هم اومده، در جوامع الحکایات. حکایت خیلی هم جالبه اصلش. داستان کسی است که یک بزغاله‌ای رو میبنده، از خودش سوار در واقع الاغش بوده و میرفته و یک بزغاله‌ای رو میکشیده و 3 تا دزد قرار میذارن که یکی بزغاله‌شو بدزده، یکی در واقع اون الاغش و خرش رو بدزده، 4 پاشو، و یکی هم لباساشو.
و اینکه اینها این رو چطوری میدوزدن. اون اولیه خب البته همون در واقع همونجور که مولانا میگه حبلش رو میبره و میبنده به دم خرش و همچنان صدا میکرده. دومیه اون مسخره میکنه، میگه این چه وضعیه؟ میگه که ای وای اینو دزدیدن، این در واقع قوچ من رو یا بزغاله من رو دزدیدن. به هر حال بعد میگه که نه تو برو، من اینجا مراقبم، نگران نباش، من مؤذن این مسجد هستم، من این خر تو رو نگه میدارم. وقتی که میره میبینه که در واقع اون خرش هم اون میدزده و قسمت سومش هم همون نیست که مولانا آورده و اون میره در یک چاه. آن یکی قوچ داشت از پس میکشید، دزد قوچ را برد حبلش را برید. چون که آگه شد دوان شد چپ و راست، تا بیابد کان قوچ برده کجاست. بر سر چاهی بدید آن دزد را، که فغان میکرد کی واویلتا. واویلتا یعنی چه مصیبتی. حکایت دیگه هم مولانا داره، گفت فردا بشنوی این بانگ را، نعره یا حسرتا واویلتا. گفت نالان از چه ای اوستاد، گفت همیان زرم در چه فتاد. گر توانی در روی بیرون کشی، خمس بدهم مر تو را با دلخوشی. خمس 100 دینار بستانی به دست، گفت او خود این بهای 10 قوچ است. بستانی به دست، دست یعنی به دست بستانی یعنی نقد بگیری. خمس 100 دینار بستانی به دست، گفت او خود این بهای 10 قوچ است. گر دری بر بسته شد 100 در گشاد، 10 در گشاد. گر قوچی شد حق عوض اشتر بداد. این دری بسته بشه، در دیگه باز بشه، مسئله خیلی قدیمی است دیگه. سعدی هم داره، مولانا داره جایی. جامه ها برکند و اندر چاه رفت، جامه ها را برد هم آن دزد تفت به سرعت. او یکی حازمی باید، که ره تا ده برد، حزم نبود طمع تا اون آورد. جای دیگری مولانا میگه حرص جوید کل براید او ز کل. حرص مپرسته ای فجل ابن فجل. دقت میکنید، حزم نبود طمع تا اون آورد. او یکی دزد است فتنه سیرتی، چون خیال او را به هر دم صورتی. کس نداند مکر او الا خدا، در خدا بگریز و واره زان دغا. مناظره مرغ با صیاد در ترحب و در معنی ترحبی که مصطفی علیه السلام نهی کرد از آن امت خود را که لا رهبانیت فی الاسلام. دیگه معنی ترحب دیگه روشنه دیگه. بهر این کرده است من آن با شکوه، از ترحب بس شدن خلوت به کوه. اینجا مولانا دو جای دیگه هم در مورد این ترحب صحبت میکنه و البته یک دلیلی هم میاره که چرا این رحمانیت از نظر او مردوده. میگه از قضا به خاطر اینکه گاهی اوقات همین باعث میشه که کسی یک صاحب نظری رو ببینه، همونطور که خود او همچون کسی رو پیدا کرد. از این جهت دیگه ممنون از در واقع نه شده. مرغ گفتش خواجه در خلوت مایست، دین احمد را ترحب نیک نیست. از ترحب نهی کردست آن رسول، بدعتی چون در گرفتی ای فضول. جمعه شرط است و جماعت در نماز، امر معروف و ز منکر احتراز. رنج بدخویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر. این معنا رو جای دیگه باز مولانا داره. یار بد نیکوست بهر صبر را، که گشاید صبر کردن صدر را. و من به نظرم مناسب اومد که سخنان غزالی رو بگم وقتی که از عزلت باز میگرده. در منقذ من الزلات داره میگه با خودم گفتم دیگر مجال نشستن نیست و دلیلی برای عزلت و استراحت نمونده است. تا کی برای خود پرستی و برکناری از آزار خلق خود را کنار کشم و برای رهنمایی خلق و حقجویی تن را به رنج و سختی نسپارم. رنج بدخویان کشیدن زیر صبر، منفعت دادن به خلقان همچو ابر. خیر و ناس ینفع الناس ای پدر، گر نسنگی چه حریفی با مدر. مدر در واقع کلوخ است، کلوخ‌های به هم چسبیده. بر سر دیوار هر کو تشنه‌تر، زودتر برمیکند خشت و مدر. حکایتی است که مولانا در دفتر دوم آورده، اون کسی که بر سر دیواری بود. بعد خیر و ناس ینفع الناس ای پدر که دیگه حکایت در واقع حدیث بسیار مشهوری است دیگه. نیکوترین مردم کسانی هستند که
منفعتشون برای دیگران بیشتره. در میان امت مرحوم باش، باز این اشاره به حدیث است. امت مرحوم زین رو خواندمان، آن رسول حق و صادق در بیان. جای دیگه در میان امت مرحوم باش، سنت احمد مهل محکوم باش، یعنی قبول کن، بپذیر. حالا اون پاسخ اون صیاد گفت عقل هر که را نبود رسوخ، پیش عاقل او چو سنگ است و کلوخ. چون حمار است آن که نان شمنیت است، صحبت او عین رهبانیت است. آن که نان شمنیت است، امنیت معنی آرزوست، جمعش میشه امانی که در قرآن هم اومده. صحبت او عین رهبانیت است. خب زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آت بعد حین فهو آت. چون ذهنم همچنان در مورد امنیت و امانی است. مولانا یه غزلی داره، یکی از خوانندگان مشهور ما خونده بود این رو، و اونجا میگفتش که بعد در اونجا میگه که بعد از دیدن تو هیچ نماند امانی مرا، و او به واقع اینجوری خونده بود که نماند امانی مرا، گویی هرگز برای من دیگه برای من امن و امان نموند. حالا اینکه اون چیزی که مولانا میگفت، میگه که برای من دیگه هیچ آرزویی نموند، یعنی دیدن تو همه اون آرزوها رو در واقع روا کرد یا منو به اون رسوند. صحبت او عین رهبانیت است. زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آت بعد حین فهو آت. رفات یعنی چیزایی در هم شکسته. باز این در واقع لفظ قرآنی است دیگه، اونجایی که میپرسن که یعنی بعد از اینکه ما عظام و رفات شدیم، یعنی خرد شدیم، استخوان شدیم، تیکه شدیم، بعد دوباره میخوایم ما دوباره به حیات برمیگردیم، چطور ممکنه؟ زان که غیر حق همه گردد رفات، کل آت بعد حین فهو آت. میگه هر اون چیزی که میاد بعد از مدتی، بعد حین فهو آت، اون میاد. فوق العاده در واقع مسئله جالبی است. مولانا چندین مرتبه این رو استفاده کرده که به هر حال آمده رو آمدنی بگیر. سخن در واقع بر سر اینه. جای دیگه میگه کل آت آن را نقد دان. فکر کن که همین الان اومده. دوست را در نزع و اندر فقد دان. یا یه جایی میگه که تن را تا فتاد از بام تشت، پیش چشمم کل آت گشت. اون چیزی که فکر میکنی قرار بیاد، فکر کن الان اومده. همین الان فرض کن که اومده، هم بر اساس اون تصمیم بگیر. حکم او هم حکم قبله او بود، یعنی اون چیزی که خواهد شد. کل آت. مرده اش خوان چون که مرده جو بود. معنا همونیه که جای دیگه رباعی بسیار بسیار مشهور هست دیگه. گر در طلب منزل جانی، گر در طلب لقمه نانی. این نکته رمز اگر بدانی، هر چیز که در جستن آنی. یعنی در واقع به هر حال اون چی رو که اندیشه اوست، دغدغه اوست، روی همت اوست، هر حکم او همون حکم اوست. اون کسی که در واقع حکم او هم حکم قبله او بود. مرده اش خوان چون که مرده جو بود. هر که با این قوم باشد راهب است، که کلوخ و سنگ او را صاحب است. صاحب اینجا به معنی مصاحب، به معنای در واقع هم صحبت. میگه که اون کسانی که با اینها بشینن، با این گونه آدمان بشینن که در واقع حکمشون در حکم قبله اونهاست که در واقع غیر از نان نیست، این در واقع مثل آدمای راهب میمونن. اینها مثل این که با کلوخ و سنگ نشستن، فرق نمیکنه. هر که با این قوم باشد راهب است، که کلوخ و سنگ او را صاحب است. خود کلوخ و سنگ کس را ره نزد، زین کلوخان 100,000 آفت رسد. گفت مرغش پس جهاد آنگه بود، که این چنین رهزن میان ره بود. از برای حفظ و یاری و نبرد، بر ره ناامن آید شیر مرد. خیلی خیلی یادآور ابیات دیگه است از مثنوی. شیر مردانم در عالم مدد، اون زمان کفخان مظلومان رسد. از برای حفظ و یاری و نبرد، بر ره ناامن آید شیر مرد. ارق مردی آنگهی پیدا شود، که مسافر همره اعدا شود. چون نبی سیف بودست آن رسول، امت او صفدرانند و فحول.
مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. گفت آری گر بود، حالا او داره دوباره همچنان پاسخ میده او صیاد به که به مثال زاهده. گفت آری گر بود یاری و زور، تا به قوت برزند بر شر و شور. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایطاق آسان بجه. این هم در واقع حدیثی است یا حداقل چنین روایت شده، میگه که در واقع این سنت رسولانه که اون جایی رو که امکانش ندارن از طاقتشون برونه اونجا در واقع فرار رو اختیار میکنن. به نظر خیلی عجیب میاد، خیلی هم دور هست از اون در واقع روحیه مثلا مولانا و چشمگیری و جانسپاری و اون پشتداری که در مورد در واقع پیامبران قائل هست. ولی به هر حال نظیر این در واقع در بوستان هم هست، جایی میگه که شجاعت نیاید مگر زان دو یار، که افتند در حلقه کارزار. چو بینی که یاران نباشند یار، هزیمت ز میدان غنیمت شمار. خیلی مضمون نزدیکه. گفت آری گر بود یاری و زور، تا به قوت برزند بر شر و شور. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایطاق آسان بجه. دوباره اون مرغ پاسخ میده. گفت صدق دل بباید کار را، ورنه یاران کم نیاید یار را. یار شو تا یار بینی بی عدد، زان که بی یاران بمانی بی مدد. دیو گرگ است و تو همچون یوسفی، دامن یعقوب مگذار ای صفی. گرگ اغلب آنگهی گیرا بود، کز رمه شیشک به خود تنها رود. شیشک به معنی بره. آن که سنت با جماعت ترک کرد، در چنین مسبع نخون خویش خورد. مسبع مکان سبعیت دیگه، درندگی اینجا به معنی اون مقتله. در چنین مسبع نخون خویش خورد، هست سنت ره جماعت چون رفیق. بی ره و بی یار افتی در مضیقی، در تنگی. همرهی، حالا اون اوصاف اون همرهی نه کو بود خصم خرد، فرصتی جوید که جامه تو برد. می رود با تو که یابد عقبه ای، که تواند کردت آنجا نهبه ای. میگه با تو میره تا به یه عقبه، تا به یه گردنه‌ای برسه و اونجا تو رو غارت کنه. نهبه یا نهبه هم میگن به معنی غارت، یعنی در واقع همراه نیست دیگه، عدوه، همونجور که خودش میگه. یا بود اشتردلی، چون دید ترس گویدت بهر رجوع از راه درس. میگه که این آدم دیگه شروع میکنه به تو درس دادن و پشت تریبون رفتن که این چه کاریه و اینها. وقتی که چیز رو میبینه که میترسه، میگه آدم عاقل این کارا رو نمیکنه که بهتر برگردیم و احتیاط اینجا شرطه و اینا. اون میگه که نه، این یار باید تو رو گرم کنه. یا بود اشتردلی، چون دید ترس گویدت بهر رجوع از راه درس. یار را ترسان کند ز اشتردلی، این چنین همره عدو دان نه ولی. تو دفتر سوم هم معنای نزدیک به اینو داره. پس مشو همراه این اشتردلان، زان که وقت زیغ و بیمند غافلان. راه جانبازی است و در هر قیشه‌ای آفتی، در دفع هر جان شیشه‌ای. جان شیشه که فکر کنم معناش روشنه. قیشه به معنی در واقع جنگل هست، روزه میگن قاب به معنی جنگل. راه دین زان رو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است. یعنی در واقع راه دین زان رو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است. به این معناست که در واقع میگم کسی که جوهری مخنث وار داره، در واقع پا به این راه نمیذاره و اون ترس و اون شور و شر از اون جهته که اصلا در واقع او به این راه نیاد، یه جوری فیلتر میکنه اصطلاحاً. که نه راه هر مخنث گوهر است. شمس خیلی نظیر به این رو داره، ولی که می‌ذاریمش. در ره این ترس امتحانهای نفوس، همچو پرویزن مثل صافی به تمییز سبوس. راه چه بود پر نشان پایها، یار چه بود نردبان رایها. اصلا راه چیست؟ راه رو از کجا میشناسیم که راه اونیه که دیگران رفتن.
در دیوان داره: اول و پایان راه از اثر پای ماست، ناطقه و نفس کل ناله سرنای ماست. راه چبود پر نشان پای ها، یار چبود نردبان رای ها. گیرم آن گرگت نیابد ز احتیاط، بی ز جمعیت نیابی آن نشاط. که حالا فرض کن که گرگم تو رو نمیگیره، حالا تنها هم بمونی، ولی خب اون نشاط رو نداری، اون ذوق رو نداری. آن که تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او صد تو شود. سعدی یه جایی میگه که سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود، خلوت خوش است و اما یا خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشتر است. آن که تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او صد تو شود. با غلیظی، یعنی خر با همه اون غلیظی خودش، با لطافتی که نداره، خر ز یاران ای فقیر در نشاط آید، یعنی از اینکه همراه دیگران میشه، در نشاط آید شود قوت پذیر. هر خری که از کاروان تنها رود، بر وی آن ره از تعب سختی صد تو شود، یعنی 100 برابر میشه. چند سیخ و چند چوب افزون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد، یعنی طی کنه. مر تو را میگوید آن خر خوش شنو، گر نه ای ای خر چنین تنها مرو. آن که تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بیگمان خوشتر رود. آن که تنها خوش رود اندر رسد، حالا اندر رسد رو میتونیم احتمال زیاد به معنای این که اون کسی که توی مسیری میره، اندر رسد چیزی رفتن به معنای دنبال کردن اوست. یک بیت دو بیت در واقع فوق العاده مولانا داره دفتر پیش از این، یه جای در مورد احوال عاشقان میگه زین گذر کن پند من بپذیر هین، عاشقان را تو به چشم عشق بین. وقت نازک باشد و جان در رسد، با تو نتوان گفت آن دم عذر خود. میگه که این آدما وقت ندارن، فرصت ندارن که بیان برای تو توضیح بدن، بنابراین عاشقان را تو به چشم عشق بین. حالا مقصود اینه که وقت نازک باشد و جان در رسد. آن که تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بیگمان خوشتر رود. هر نبیی اندر این راه درست، معجزه بنمود و همراهان بجست. یه چیزی، البته اون چیزی که مولانا اینجا میاره در واقع یه معنای دیگری است که بگیم که از یه زاویه متفاوتی دیده، چون پیشتر گفته بود جایی میگه که معجزه از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. اونجا میگفتش که معجزه اصلا برای دوستان نیست، برای قهر دشمن است. اینجا یکی از زاویه دیگه نگاه میکنه که نه، اون در واقع دل دوستان رو هم گرم میکنه. هر نبی اندر این راه درست، معجزه بنمود و همراهان بجست. گر نباشد یاری دیوارها، کی برآید خانه و انبارها. هر یکی دیوار اگر باشد جدا، سقف چون باشد معلق در هوا. گر نباشد یاری حبر و قلم، کی فتد بر روی کاغذها رقم. این حصیری که کسی می گسترد، گر نپیوندد به هم بادش برد. حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید، پس نتایج شد ز جمعیت پدید. او بگفت از اهتزاز، بحثشان شد اندر این معنی دراز. دیگه به هر حال میگه صحبتشون همچنان از اهتزاز، یعنی در واقع از به ظاهر یعنی از حرارت بحث. مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. دقت میکنید که این دفتر ششم مثنوی است، آخرین دفتر، و در واقع مولانا میخواد دست مثنوی رو به پایان ببره، بالاترین دفتر مثنوی هم هست و سخن خیلی هم طولانی شده و در نهایت هم به واقع ناتمام مونده، ولی در این حال مولانا سخن بسیار داره که بگه. مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. بعد از آن گفتش که گندم آن کیست. حالا ببینید این در واقع مرغ زیرک این چنین بحث میکنه و این چنین باهوشه و این چنین در واقع با تمام این ریزکاری ها رو میبینه چطور یک دفعه در دام میفته. بعد از آن گفتش که گندم آن کیست، گفت امانت از یتیم بی‌بسی است. مال ایتام است امانت پیش من، صیاد میگه، زان که پندارند ما را مؤتمن. من رو ایمن میدونن، ببخشید امانت دار میدونن. گفت من مضطرم و مجروح حال،
هست مردار این زمان بر من حلال. مرغ میگه هین به دستوری از این گندم خورم، ای امین و پارسا و محترم. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. اینا همه البته اصطلاحات فقهی است دیگه، مستر و مفتی، ضرورت و این چون که الان میگه ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور خوری باری زمان آن بده. زمان به واقع به معنی این که ضمانتش و پایبندش، یعنی به پایندان میگفتن، میگه در واقع به معنی جبرانش کن، باید به هر حال جبرانش کنی اگر اینجوره، تاوانش رو بدی. مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان، توسنش سر بستد از جذب عنان. توسنش سر بستد از جذب عنان، فرار کرد. چون بخورد آن گندم اندر فخ بماند. فخ به معنی دام. چند او یاسین و الانعام خواند، یعنی دیگه شروع کرد وقتی که تو دام افتاد شروع کرد به دعا خواندن. یاسین و الانعام و معلومه که اون موقع با هم میخوندن، امروز هم همچنان رسم داره خیلی جا در پایان ماه رمضان. چون بخورد آن گندم اندر فخ بماند، چند او یاسین و الانعام خواند. بعد درماندن چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دود سیاه. آن زمان که حرص جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. کان زمان پیش از خرابی بسره است، بو که بسره وارهد زهم. کان زمان پیش از خرابی بسره است، بو که بسره وارهد همزان شکست. ابکلی یا باکی یا ساکلی، قبل حتم البصرة و الموصلی. نه علی قبل موتی و اعتفر، لا تنهلی بعد موتی و استبر. ابکلی قبل صبوری فی النوا، بعد طوفان النوا خل البکا. کان زمان پیش از خرابی بصره است. مولانا اشاره میکنه به حکایتی است در مورد خرابی بصره که خیلی خیلی مشهور بوده و در واقع برمیگرده به قرن سوم، وقتی که در واقع خوارج بودن که حمله کردن و بصره رو ویران کردن در زمان خلیفه معتمد و این در واقع مثل شده. وقتی که به هر حال این خوارج رو در واقع شکست دادن و برادر اون خلیفه موفق اینها رو شکست داد و اون رهبرشون رو گرفت و برد در بغداد در واقع به دار کشید، همچنان این مثل بود که خب این دیگه این بعد از خرابی بصره است. مولانا این رو جای دیگه هم داره، باز در مکتوباتش در نامه‌ای که ظاهراً به خطاب به علاءالدینه، به هر حال خطاب به یک میگه اون رو فرزند میخونه، ممکنه علاءالدین باشه ممکنه نه، میگوید که ان شاء الله حجاب غرور از پیش چشم آن فرزند زودتر برخیزد تا بداند که آن آب نیست که آن طرف که اسب را میدوانی و مرکب را سقط میکنی سرابی است که بسی چون تو آن سو دویدند، چون آنجا رسیدند آب نبود. مرکب و سوار از تشنگی و ماندگی دور از فرزند و همه فرزندان ما هلاک شدند و دانستند که اول عنان بکشد پیش از خراب البصره. همین اصطلاح استفاده میکنه. اگر نه همه ابلهان نیز عنان کشند، مکن 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 و سلام. خب کان زمان پیش از خرابی بصره است، بو که بصره وارهد همزان شکست. بعد این ابیات عربی رو میاره، ابکلی یا باکی یا ساکلی، میگه بگر بر من، گریه کن بر من، ای گرینده بر من، ای کسی که بر من سوگواری میکنی قبل از ویرانی بصره و موصل. نه علی قبل موتی و اعتفر، میگه که بر من نوحه کن قبل از مرگ من و آنگاه و اعتفر، به واقع خاک بر سر ریختنه. لا تنهلی بعد موتی و استبر، میگه بعد از مرگ من دیگه چه فایده داره، دیگه بر نوحه نکن، اون موقع صبر کن. ابکلی قبل صبوری فی النوا، قبل از این که من درگیر این هجران بشم، این فراق بشم، اون موقع دوباره بر من گریه کن قبل از این ویرانی. بعد طوفان النوا خل البکا، میگه بعد از اون دیگه این گریه رو رها کن. آن زمان که دیو میشد راه زن، آن زمان بایست یاسین خواندن. پیش از آن که شکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان.
حکایت آن پاسبان، هنوز داستان تمام نشده، حکایت آن پاسبان که خاموش کرد تا دزدان رخت تاجران بردند به کلی، بعد از آن هیهای و پاسبانی میکرد. پاسبانی خفت، دزد اسباب برد، رختها را زیر هر خاکی فشرد. روز شد، بیدار شد آن کاروان، دید رفته رخت و سیم و اشتران. پس بدو گفتند ای حارس بگو که چه شد این رخت و این اسباب کو؟ گفت دزدان آمدند اندر نقاب، رختها بردند از پیشم شتاب. من یه چیز فراموش کردم، پیش از آن کشکسته گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. این قضیه چوبک زدن در واقع رسمی بوده بین پاسبانان، فکر می‌کنم که مهمه گفتنش. در واقع همونجور که از اسمش برمیاد یه چوب کوچیکی بوده که حالا این چوب یا به تخته می‌زدن یا به یه طبلی می‌زدن و وقتی که روی در واقع رو پاسبان‌ها بودن هم به هم علامت می‌دادن بر اساس اون الهانی که در واقع داشتن، و همین که وقتی خب به هر حال دزدی می‌اومده. و اینجا هم نشون میده که مولانا جای دیگه چند بار تو مثنوی به این اشاره میکنه. یه جایی میگه عدل باشد پاسبان کام ها یا پاسبان گام ها، هر دو میتونیم بگیم، یا بگیم امیال یا بگیم در واقع رفتارها، نه به شب چوبک زنان بر بام ها. خب برگردیم به اونجا. گفت دزدان آمدند در نقاب، رخت ها بردند از پیشم شتاب. این که میگه که در واقع دزدان آمدند در نقاب، ظاهر که هیچ پیچیدگی نداره، در واقع با نقاب آمدن، ولی در هر حال بعضی‌ها احتمال دادن که به معنی ناگهان رسیدن. تو عربی مثلی است، مثلا میگه لقیته نقابا، یعنی در واقع ناگهان به یک کسی رو ناگهانی دیدن. این اصطلاحی است که استفاده میشه. ممکنه که این معنا باشه. به هر حال دکتر زرینکوبی هم اشاره کرد. گفت دزدان آمدند در نقاب، رخت‌ها بردند از پیشم شتاب. قوم گفتندش که ای چون تل ریگ، پس چه می کردی کی ای مرد ریگ؟ گفت من یک کس بودم، ایشان گروه، با سلاح و با شجاعت با شکوه. گفت اگر در جنگ کم بودت امید، نعره زن که ای کریمان برجهید. گفت آن دم کارد بنمودند و تیغ، که خمش ورنه کشیمت بی دریغ. آن زمان از ترس بستم من دهان، این زمان هیهای و فریاد و فغان. آن زمان بست آن دمم که دم زنم، این زمان چندان که خواهی هی کنم. چون که عمرت برد دیو فاضحه، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. فاضحه به معنی رسوا کننده، معناش روشنه. گرچه باشد بی نمک اکنون حنین، هست غفلت بی نمکتر زان یقین. این به راستی از امضای مولاناست، یعنی هر اون چیزی که میبره در نهایت آخر سر دوباره یه راهی رو باز میکنه. ولی سر فرصتی باید هم این شواهدش رو جمع کنیم جدا بگیم. گرچه باشد بی نمک اکنون حنین، هست غفلت بی نمکتر زان یقین. همچنین هم بی نمک مینال نیست، که ذلیلان را نظر کن ای عزیز. قادری بیگاه باشد یا بگاه، از تو چیزی فوت کی شد ای اله. میگه تو قادر هستی، حالا چه به وقتش باشه چه به وقتش نباشه. این وقت برای ماست، برای تو نیست. این زمان برای ما تعریف داره، میگیم وقتش گذشته، از تو نگذشته، از دست ما رفته، از دست تو نرفته. قادری بیگاه باشد یا بگاه، از تو چیزی فوت کی شد ای اله. شاه لا تأسوا علی ما فاتکم، کی شود از قدرتش مطلوب گم. لا تأسوا علی ما فاتکم اشاره به آیه قرآنی است دیگه. لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. میگه که در واقع افسوس نخورید از اون چیزی که دستتون رفته و شاد نشوید از اون چیزی که به دست آوردید. جای دیگه هم به حال اشاره داره مولانا. کی شود از قدرتش مطلوب گم، همچنان که گفتیم میگه از دست ما رفته، دست اون نرفته. حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام به فعل و مکر و زرق زاهد و جواب زاهد مرغ را. این تمام اون حکایت که مولانا میگه کم و بیش به اینجا میرسه، مثل قصه زید و همچه ببخشید عیاض و محمود و اینها. اونجا هم آخرشون اون صحبتی که داره نزدیک به اینه، یعنی در واقع اون حکایت تداعی کرده این داستان رو. گفت آن مرغ این سزای او بود، که فسون زاهدان را بشنود. گفت زاهد نه، حالا پاسخش
سزای آن نشاف کو خورد مال یتیمان از گزاف. میگه تو طمع خود فراموش کردی، حالا میگی که این چیز دیگری بود. فسون من نبود، اون طمع درونی خودت بود. نشاف که میدونید خیلی هم مولانا چند جاهای دیگه هم استفاده میکنه دیگه، تو حکایت طوطی و بازرگان. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. نشاف نشفه یعنی خوب در واقع آب رو جذب کرد، خشک کرد واقع، پیش از آن که این بادها نشفش کنند، یعنی آبش رو بگیرن ببرن تبخیرش کنند به این ترتیب. به هر حال ما خیلی ساده بگیم یه چیزی مربوط میشده، یعنی به فرض بر این بوده که اینو خشکی مغزه، به هر حال به معنی خبط و دماغ و این هاست، دیوانگی، غفلت، اینجور معنا. اینجا به معنی نادانی. گفت زاهد نه سزای آن نشاف، کو خورد مال یتیمان از گزاف. بعد از آن نوحه‌گری آغاز کرد اون مرغ، که فخ و صیاد لرزان شد ز درد. کز تناقض‌های دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا می مال دست. زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است. سایه خود از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. خوابها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سرو و یاسمن. گر نیم لایق چه باشد گر دمی، ناسزایی را بپرسی در غمی. مر عدم را خود چه استحقاق بود، که بر او لطفت چنین درها گشود. اینجا مولانا وقتی که آغاز میکنه و بعد البته سخنش یک اوجی هم میگیره، خیلی ها اشاره کردن به این که به واقع گویی مولانا منتظر بهانه‌ای بوده که ناگهان از احوالات درونی خودش بگه. البته می‌بینید دفتر ششم پر از این جور احوالات درونی است، خیلی خیلی در واقع به گرد این حکایت فنا و مرگ و اینها گشته و هجران و اینها. ولی یکی از شاید جالبترین اینها رو به واقع علامه همایی میگه که در حاشیه مثنوی شخصی خودش حواشی داره، یادداشت کرده و من این رو میخونم، چون بیش از اون که اون چیزی که میگه احوالات خود علامه همایی هم جالبه. یک سخنی میگه و بعد توبه میکنه، میگه کفر گفتم نک به ایمان آمدم پشیمون میشه. میگه که برگشته میگه که از تناقض‌های دل پشتم شکست. مولوی از سخن علامه است، از قصه مرغ و صیاد منتقل به صید دلهای عاشقان میشود. اگر جسارت به مقام مقدس مولانا نباشد، این گریز و انتقال چندان مناسب و ملائم حال نیست. بعد پشیمون میشیم که باز پوزش میطلبم، که اعتراض کودکانه بر مردان کامل کردم. امید عفو دارم، هرچه او بگوید درست است، نه آنچه ما اندیشه کنیم. والله هو الغفور الرحیم. مثلا خیلی جالبه به چی تموم میکنه، والله هو الغفور الرحیم. خب بازگردیم به سخن. میگوید که گر نیم لایق چه باشد گردمی، ناسزایی را. ناسزا به همین معنی در واقع نالایق. جای دیگه میگه کان سجودم چون وجودم ناسزا، مربدی را تو نکویی ده جزا. ناسزایی را بپرسی در غمی، یعنی در واقع احوالجویی کنی از او. مر عدم را خود چه استحقاق بود، سوال میکنه، مر عدم را خود چه استحقاق بود، که اصلا نبود، که استحقاقی نداشت، که بر او لطفت چنین درها گشود. و البته مولانا خودش جای دیگه پاسخ میده دیگه در دفتر پنجم، میگه که چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. داد لب و قابلیت هست پوست، قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. خاک گرگین را کرم آسیب کرد، 10 گوهر از نور حس در جیب کرد. خاک گرگین بیماری گر هستش که پوست رنگ میشه. حالا جدای این که یعنی یه مقدار به حال به خود رنگ بودن زمین نظر داره، یه مقدار به هر حال که جوری اشاره اینو به حال حقارت در واقع خاک است. خاک گرگین را کرم آسیب کرد. آسیب کردن که خیلی اوقات اشتباه مترجم شده، به این معنی است که آسیب کردن به معنی در واقع لمس کردن.
در تمام در اشعار کهن، خصوصا در شاهنامه، در مثنوی دیگه به معنی در واقع آسیب زدن نیست. خاک گرگین را کرم آسیب کرد. خیلی خیلی مثالاش زیاده. به هر حال 10 گوهر از نور حس در جیب کرد، 5 حس ظاهر و 5 نهان، که بشر شد نطفه مرده از آن آسیب. توبه بی توفیقت ای نور بلند، چیست جز بر ریش توبه ریش خند. سبلتان توبه یک یک برکنی، توبه سایست و تو ماه روشنی. ای ز تو ویران دکان و منزلم، چون ننالم چون بیفشاری دلم. چون گریزم زان که بی تو زنده نیست، بی خداوندیت بود بنده نیست. جان من بستان، شما بیقراری مولانا کاملا آشکاره. جان من بستان تو ای جان را اصول، زان که بی تو گشتم از جان ملول. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگی و فرزانگی. فرهنگی به معنی در واقع کید و مکر و این هاست، نه فقط، ولی خیلی اوقات اینجوره. جای دیگه مولانا میگه زان که گرگ چه که بس استمگری است، لیکشان فرهنگ و کید و مکر نیست. سیرم از فرهنگی و فرزانگی، چون بدرد شرم گویم راز فاش. چند از این صبر و زحیر و ارتعاش. زحیر به معنی سختی، گرفتاری. در حیا پنهان شدم همچون سجاف، ناگهان بجهم از این زیر لحاف. سجاف در واقع اون حاشیه، در واقع پرده یا خود حاشیه در واقع درونی لحافه، اونجاییست که در واقع نهانه در داخل. مولانا میگه هم عرق کرده ز بسیاری لحاف، سر به بسته رو کشیده در سجاف. یه جای دیگه هم داره در واقع جان نهان اندر خلا، همچون سجاف تن تقلب میکند، میگرده بازی میکنه زیر لحاف. در حیا پنهان شدم همچون سجاف، ناگهان بجهم از این زیر لحاف. ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نری خونخواره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را می کند بی خورد و خواب. که بیا من باش یا همخوی من، تا ببینی در تجلی روی من. اولش که میگه که او ندارد خواب و خور چون آفتاب، مثلا ابیات اول ابیات دیگری است. این چراغ شمس کو روشن بود، نصف تیل و پنبه و روغن بود. آغاز دفتر سوم به واقع خطاب به حسام الدین. که بیا من باش یا همخوی من. جای دیگه در دیوان هستش که این رو این بار در مورد ماه میگه که با ماه که همخویم تا روز سخن گویم. که مونس مشتاقان صاحب نظری امشب. که بیا من باش یا همخوی من، تا ببینی در تجلی روی من. ور ندیدی چون چنین شیدا شدی، خاک بودی طالب احیا شدی. گرز بی سویت ندادست او علف، چشم جانت چون بماندست اون طرف. گربه بر سوراخ زان شد معتکف، که از آن سوراخ او شد مؤتلف. میگه که اساساً چرا یک کسی رو به اون سو میکنه، اساساً چه چیزی است، یعنی چه در واقع چه دغدغه‌ای داره، چرا اصلا یاد اون کنه. میگه که چون حتما از اون طرف یه چیزی گرفته، از اون طرف به واقع یک غذای روحانی گرفته پرشید. و مثالی میزنه، میگه که گربه میره اون سر اون سوراخ مینشینه که از اونجا یه غذایی گرفته. گربه بر سوراخ زان شد معتکف، که از آن سوراخ او شد مؤتلف. یعنی واقع علف گرفته اینجا به معنی اونه که از اونجا رزق و روزی گرفته، چیزی گرفته. مثل جای دیگه میگه چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. گربه دیگر، خب این گربه میره اونجا ولی گربه دیگه میره بالا. گربه دیگر همی گردد به بام، که از شکار مرغ یابید او طعام. آن یکی را قبله شد جولاهگی. جولاهگی نساجی است، بافندگی است. آن یکی را قبله شد جولاهگی، وان یکی حارس برای جامگی، یعنی برای مواجبش، مستمر شوخش.
وان یکی بیکار و رو در لامکان، که از آن سو دادیش تو قوت جان. در دیوان میگه که هر آدمی را در جهان آورد حق، در پیشه بی پیشگی کرده است ما را نامزد. وان یکی بیکار و رو در لامکان، که از آن سو دادیش تو قوت جان. کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا شب ترحال بازی می کند. ترحال به معنی رحلت، به معنی سفر هست به هر حال. گاهی اوقات میگه که متردد حال میان اقامت و ترحال. جهانگوشای جوینی عطا ملک میگه و مولانا تو دیوانم این کلمه رو استفاده کرده. گر شعرها گفتند پر به بود دریا ز در، که از ذوق شعر آخر شتر خوش میکشد ترحال ها. از ذوق شعر که این سفرها رو داره میره. خب میگه که کجا بودیم؟ کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. دیگران چون کودکان این روز چند، تا شب ترحال بازی میکنند. حالا تمام سخن بر سر اینه. خوابناکی کو ز یقظت می جهد، دایه وسواس عشوش می دهد. رو بخسب ای جان که نگذاریم ما، که کسی از خواب بجهاند تو را. هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، همچو تشنه که شنود او بانگ آب. بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. برجه ای عاشق برآور اضطراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. میگه که خوابناکی کو ز یقظت می جهد، یه خوابناکی که گاهی اوقات میخواد یه دفعه بیدار بشه، دایه وسواس عشوش میدهد. میگه وسوسه ها، وسواس عشوش میده، براش لالایی میخونه، فریبش میده، میگه برو بخواب، چه کاریه، برای چی میخوای پاشی؟ دایه وسواس عشوش میدهد. رو بخسب ای جان که نگذاریم ما، که کسی از خواب بجهاند تو را. ولی هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، همچو تشنه که شنود او بانگ آب. معنا روشنه و زیباییش هم که نهایت نداره. مثل حکایت دیگه‌ای که مشهور دوباره اون کسی که تشنه‌ای که بر سر دیوار بود و اونجا این ابیاتو میگه دیگه. گفت قصدم زین فشاندن جوز نیست، تیزتر بنگر بر این ظاهر مایست. قصد من آن است کاید بانگ آب، هم ببینم بر سر آب این حباب. تشنه را خود شغل چه بود در جهان، گرد پای حوض گشتن جاودان. گرد جو و گرد آب و بانگ آب، همچو حاجی طایف کعبه ثواب. هم تو خود را برکنی از بیخ خواب، همچو تشنه که شنود او بانگ آب. و به واقع اینجا کلام خود مولاناست که میگوید بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. و در دیوان مثل همینطور داره دیگه. من ابر آب دارم چرخ گوهر نثارم، بر تشنگان خاکی آب حیات بارم. و مثل این بسیار البته. بانگ آبم من به گوش تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان. برجه ای عاشق برآور اضطراب، بانگ آب و تشنه و آنگاه خواب. و به واقع این حکایت اینجا به پایان میرسه و مولانا حکایت دیگری رو شروع میکنه که شاید فرصت بشه در یه زمان دیگری. خیلی ممنونم از دوستانی که به هر حال همراهی کردن. در واقع شاید الان که ما این حکایت رو خوندیم کم و بیش مشخص شد که اساساً من چرا این داستان رو انتخاب کردم. شاید بشه گفتش که همون چیزی بود که مولانا یه جایی پیشتر از این میگه که آن که تنها در یه راهی میره به هر حال یک نوع نشاطی داره و اونی که با دوستان خودش میره و همراهان میره یک نشاط دیگری. و من فکر کردم که مثنوی خوانی بکنیم با هم دیگه
یک کاش دوستان بعدها به هر حال هر اون چیزی که به نظرشون میاد به من بگن. اگر فکر میکنن که این توضیحات یه مقدار زیادیه، همیشه میشه کمش کرد. من خیلی هم ترجیح میدم که کم کنم. اگر فکر میکنید که مثلا گاهی اوقات به توضیحاتی هستش که ضرورتی نداره، چون هیچ چیزی بهتر از کلام مولانا نیست. هر چی که ما نزدیکتر باشیم به خود کلام مولانا، اون نبضش رو تا اون جایی که امکان داره حس کنیم. اگرچه که میگم همیشه با مولانا نمیشه همراهی کرد، بلکه گاهی اوقات پرواز میکنه، گاهی اوقات قواسی هایی که میکنه، ولی به هر حال هر اون چی که از کلام مولانا بخونیم و نزدیکتر به اون باشیم بهتره. ولی من به نظرم میاد که گاهی اوقات از توضیح برخی کلمات و اشارات و به هر حال یا یک تلمیحاتی که تو داستان هست و اینها چاره نیست. و من از اون جهت که گاهی اوقات یک نکاتی رو گفتم، اگر چیزی به نکته‌ای به نظرتون اومد برای من بنویسید، به هر حال مفید خواهد بود. و اینکه آیا به نظرتون میاد که مفید هست که این رو ادامه بدیم یا نه. خیلی ممنونم. تشکر از همه دوستان. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.